سلام، شاهینم. امروز قرارم شما رو رشته خشکار کنم. چی؟ فکر بگو خیلی زیتون پرورده چه کنیم میگه نه خب رشته خشکار کنیم. نه من فکر بودم که خدای یک گرده خیلی سوال بکن یک گرده برای چیه؟ یک گرده برای چی؟ زیتون پرورده نه زیتون پرورده خیلی چه کنیم بعدم ببینیم او رشته خشکار شکل میاد کنیم. یعنی واقعا تو دیدن یاکرم. داغان یاکرم داغان. باید 3-4 بار آرد بگودیم فقط این نوت همه ریسیم که همه خستن نباید بذار کمک میکنی من چند رشته چکار میکنی؟ رشته دوست داری؟ رشته دوست داری؟ خشکار دوست نداری؟ میخورم. رشته برشته بشه؟ زمانی که تو میبری بازم برای خودته ولی میتونی یه بولم بزنی ریز بندازی پایین من کدوم بگم آخه 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 تلویزیون میکردن این منتظر پوش بندازی خب دیگه که اون زکر دست نه من با وقتم کدوم هست لایی اینو میرم داره مادر نده من نمیدونم نه خب نه به بازی دیگه اون البته با سنگ باید انجام بشه یه میندازی اینجوری اون ظرف بزنم یکی باید برداری این الان بعدم باید جفتی برداری درست نه درست باید سنگ حالا باید چی نگاه کن این میندازی یه دونه باید برداری خواه این ستای باید با هم برداری ولی نباید بندازی باختی با سنگه ولی من دیگه الان اشتم پیشی بعد اون دیگه این الان چیزه حتی ده ها نه چرا اینجوری نگاه این جلوتو بخوره باید نمیگه عروس کوی تایی عروس کدوم هست یه از اینه باید عروس انتخاب کنیم ببین ها وقتی که این سنگ رو بندازیم این سنگ باید بره این تو مثلا گردو باید بره این تو نباید به عروس بخوره به عروس بخوره ما میبازیم من از این لیوان آرد برنج سرپر استفاده کنم 2 لیوان آرد گندم آرد برنج با نشسته نبین اینجا من تا حالا با نشسته چون معمولا اصیل گیلانی خب با آرد برنج 3 لیوان آب
آب سرد معمولی بکنید. بله بله آب سرد معمولی. من برای خودم یه فرمولی قرار بدم. یک دو سه، یعنی یک لیوان آرد برنج، چون برنج معمولا رشته خشکار خشک کنه. الان وقتی من انا قشنگ هم بزنم بعد چیکار کنم؟ یک دور دوباره انا علک کنم تا گلوله که داره اوشان از بین باشه. بعد حدودا 1 تا 2 ساعت نیم استراحت بکنم. وقتی که چیز حل بودم مایه انا یه دور علک کنم. وقتی که مواد دوباره علک بودم چکار کنم؟ انا حدود 1 تا 2 ساعت استراحت بکنم. بعد از اون مواد داخل رشته خشکار تا درست کنم انم جاده کفه 2 ساعت بعد انشالله شروع کنیم به درست کردن رشته خشکار. من برای داخل رشته خشکار به صورت گرده و هلشم با هم بکنم. چه روسیه شده ممکن نمستی اینقدر آدم بیرون بار دیدی گردن آدم انا آدم بیرون بار ندارم. دو تا قاشق دارچین بکنی. یا اونم دو کنم. شیرینه؟ خب عالی. شیرین داری؟ خودی بزن نه میای با پا اندازه میگیری. وقتی میرم دیگه پا فاصله پیدا کرده اونا رو بر میداری با همونجا دوباره میزنی. زیاد دور نشو به جلو خلاتی جری میبینید یک گرفتی اندازه پامه. علیه مرفده اندازه پا بگیر. خب اونو بردار برو با تیری خود دوباره از اونجا بزن. نه تیری خودت. آها با تیری خود. دوباره از اونجا اینا بزنم یا اینا رو؟ اینا رو بزن. آشغاله ای بشنده اوکی داریزه مثلا سنگ راحت تره دیگه. تکی رو بگیر. حالا ولش گرفتی ولش. حالا این ستایی باید با هم بگیر. اندازه دست میگه سنگ باشه راحت تو دستت اندازه میشه. کوچولو بردار. یه دونه کوچولو ببینه جزده. اینم کوچولویه. اینم کوچولو که تو دست جا بگیره. چه ستای با هم بگیر. درستی میشه. خب حالا عروس بازی کن. عروس؟ یالا عروس بیا برو اینو تیره بردار. اینو تیره اینجوری بر اینجوری آروم بنداز. کجا بندازم؟ فرق نمیکنه هر فقط عروس نباید تکون بخوره. برو زید آفرین. آره الان کجا بکنم؟ دست خود بزنی خلاص کن. این چون گرفتم.
خبلا یه سوراخ نکنم عالی بیرم اما امروز صبح کجی سبون نباید اشکال نداره دیمون بگم حرفی نمیشه در آور نه چرا تو رو خدا در بیار عزیزم با من بده من در بیارم نه من طرف بودم بلند میشه در بیادی در چه؟ من جانبی میرم آفرین شین جونم خیلی خوب بسنده که اون وسط هم نه خواهر میشه خراب کلیک بزنه یکاش زریم داود بگه زریم بگودی آفرین بنفن آفرین را را چی بلده من میگه چکودم بیدی؟ منم بلدم گم که من دخصی مسخره بازی بیدم برم دیگه سیگار بدم خدمت تو. خانم اونه بگه روی این من یه گذاشت طرف خود من دیگه برای خودم اینجوری میریزم حالا ندیه بریز رشته میخواه بشه آره خب تاش کن اینجوری نه همون رو هم بیا آفرین دخترم بزیره دقیقه توش دیگه مواد نیست دیگه نیاز نیست اینطور بکنیم تو رو میسوزنم نه زندره وای عالی شد. وای وای چه قشنگ شد وای خود رشته است یا خشکار؟ نه خشکار درست کن. یکی بیشتر بکنید دانه گردو. چرا قشنگ شد چرا فدای آسون چرا تو آره. خیلی قشنگ شد خیلی کارش نگم جو یه گوشه بریز. آره مالتا خواهر گلم از اون روزی که از شیمی خانه با هم بخانه من سوپ چکنم رو خوردم آفرین ولی می سوپ می همه چی داره چی داره بلدینه بلند داره نه برای ایدی پیسخاله عدس همه چی دونه برنجم بکنی یه ذره بازم پلا خوردن دیگه باز نه ده سوپ من دیگه برنج کنم خب یه ذره دیگه او تو که ما میرم خوردن یه دارید برنج خوردن دیگه دارید فرق کنه سرخ کردنی بینشینی دی پاس پلا بخوری فرق آفرین. کنه بزن قدش. وی دی جبران بشین بودیده گردش. وی دی جبران بودیده نایت خانم بفرمایید رشته درست کنم؟ نه خانم رشته درست یه مرگ خیلی شیطانی که موقعی بجاکر من دیگه نه یه ذره آها. حالا اون وزه برو یکی چگونی وزه برو چگونی رشته شین جو انا خیلی مفهوم فقم بدم ما مثلا خیلی رشته درست نه سراغ بگیرید می تقصیر نیه ایشه کلفته باز بو چه قشنگ شد من وای دیدی دیدی درستی طاووس چه بودی خواب خیلی خوشگل خیلی خوشگل شد جاره خواه کلاش چه بودی کلاش بجاره آجه دام بیزه دام نیدیم ولی خیلی خوش بودی دست دانه که خواهر
نه اوتن نیست خوبه. Yani اون تنشی به سریع قرار داده. یا خود. شاین خوبه؟ عالی بود. شنیه بگم. خوشی چی شد؟ امی شربت رشته خشکار هم چکنیم. یه مقدار آب بکنیم. یه مقدار شکر. بلکه نه سره. عشقم بیده چنگال ایبان عزیزم خب یه علوات ها رو کنم اکی جان ما با چنگار عدد نه اونجا به سوسولی دیگه سرم سر باید چرا بار سرم بسه نشو چرا خواهم یک رشته بود. نه این رشته دینه رشته میرای فدیم. من ببینم. نه مامی کی چیز خودت نه من همه که دارم. مامی بری تو اخاله تو میخوای چای بخوری؟ نه بود نه. مدرسه فکر کنم هر روز دفتری سه نه شاگرد اول بوم خواهد 3 سال کلاس یک میسن اینقدر من مخ بود خود هر کسی میدونه 3 سال کلاس یک میسن بری بقیه درس همه یک سال بیسن تا 4 بخواد 5 بشم نیزاد بگیرید آره بای آقا میبود.